سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه اولین باری که به کانال من میاید لایک و سابسکرایب یادتون نره. امروز یه نامه دست نوشته شده، یا بهتر بگم یه متن دست نوشته شده از کشور فنلاند پیدا کردم که به فارسی ترجمه شده و در مورد راز سرزمین های یخزده هستش. در واقع اسم اصلی داستان سرزمین گم شده هستش. سال 1969 بود، تو اوج جنگ سرد. یه دانشمند فنلاندی به اسم آنتونی لارسون که عاشق ماجراجویی بود یه نقشه عجیب و غریب پیدا میکنه. این نقشه یه سرزمین ناشناخته رو نشون میداد که پشت قطب شمال قرار داشت. یه سرزمین پر از رمز و راز که هیچ کس تا حالا ندیده بودتش. آنتونی که دلش پر از شور و هیجان بود تصمیم گرفت به این سرزمین گم شده سفر کنه. اون با یه گروه کوچیک از دانشمندان و کوهنوردان راهی سفری پرماجرا شد. بعد از ماه‌ها سفر طاقت فرسا بالاخره به سرزمین گم شده رسیدن. اونجا یه دنیای دیگه بود، پر از یخ‌های غول‌پیکر، کوه‌های سر به فلک کشیده و غارهای تاریک و مرموز بود. گروه آنتونی با احتیاط کامل شروع به کاوش در این سرزمین ناشناخته کردن. اونا چیزای عجیب و غریبی پیدا کردن که هیچ کسی تا حالا اونا رو ندیده بود. یه روز آنتونی یه کشف بزرگ کرد. اون یه غار مخفی پیدا کرد که پر از نقاشی‌های باستانی بود. این نقاشی‌ها یه تمدن گم شده رو نشون میدادن که هزاران سال پیش توی این منطقه فرهنگی ناشناخته وجود داشته و چیزهایی توش زندگی میکردن. حالا میتونه انسان باشه و یا آدم فضایی‌ها و یا چیزهای دیگه. آنتونی خیلی خوشحال بود، اما یه حس عجیب و غریب هم داشت. یه حس ترس و وحشت که از اعماق وجودش میومد. خلاصه اون شب یه اتفاق خیلی وحشتناک رخ داد. آنتونی تو خوابگاهش به قتل رسید. هیچکس نفهمید که قاتل کی بود و چی باعث مرگ آنتونی شد. فقط یه چیز مشخص بود. یه راز بزرگ تو این سرزمین گم شده وجود داشت. یه راز که میتونست جون هزاران انسان رو یا شاید هم میلیون ها انسان رو به خطر بندازه. گروه آنتونی وحشت زده و غمگین مجبور به ترک سرزمین شدن. اونا هیچ وقت نتونستن راز مرگ آنتونی رو حل کنن، اما یه چیز رو فهمیدن. این سرزمین پر از رمز و راز یه جای خطرناک و مرموز بود. سالها بعد هنوز هم کسی نمیدونه که توی سرزمین گم شده پشت قطب شمال چه خبره. دوستان، اگر از این داستان خوشتون اومد حتما کانال منو لایک و سابسکرایب کنید و این داستان ادامه داره.